مسئله قبر مقصد قرآن خوندن مقصد نیست، یگان دلیل ندارند. فقط ولی بپرسش پیغمبر نکرده است. پیغمبر نکرده است. واقعا هست حدیث قولی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر همین را توصیه داده است. حدیث قولی همیشه حدیث فعلی را قوی تر می شود. در معجم الکبیر انا امام طبرانی اومده است بر روایت از صحابی پیغمبر ابو خالد لجلاج رضی الله تعالی عنه انا فرزندش وصیت میکنه، میگه اذا انا مت، وقتی که من مردم فلحدنی لحدم بکنی، فاذا شن علی تراب شنن، وقتی که میگه خوک در بولم چپا کرده، اقرأوا عند رأسی بفاتحة الكتاب والاخريين من البقره، در بالای سرم فاتحه را دو آیه آخری سوره بقره را بخونه، لانی سمعته عن النبی صلی الله علیه و سلم، زیرا که من همین توصیه را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم. باور کنه آخه دعوا میکنه ما اهل مذهب ما از مذهب خودمون دفاع کردن نمیتونیم. این روایت راویاش همه راویای بخاری و مسلمان، همه راویایی که در همین حدیث اومده است روایت بخاری و مسلمان. اینا در معجم کبیر امام طبرانی والله اعلم حرف لام ده و معجم با خاطر میگن که حروف معجمه خاطر نامو آدمو را میاره. حرف لام ده لجلوج ده حدیثی رقم 449 در بعضی چوپو، 492 در بعضی دیگر چوپو همین اومدگیه. این حدیث میگم که مثل آب روشنه، یگان خلاف نداره، راویا همه راویای بخاری و مسلمان. ولی همین سلفی ها یک پیر دارن ابن قیم جوزیه میگن، او شاگرد نمره یک همین ابن تیمیه های. همین بگیم همین ابن تیمیه را ایسر اینم نامش همین مردک زنده کرد. یک کتاب داره با نام الروح، اما کسافت هایی که این همی دعوا میکنن درست نیست بدعت های نخونه، اگر همون کتاب اقلا همین ابن قیم همین خوندن دعوا نمیکردن، لیکن متاسفانه سواد کافی ندارن خودشو. در همون کتاب الروح آورده است، میگه که در یکی از جنازه ها حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله شرکت داشت. میگه وقتی مردن همون سری منزل بردن، یک قاری نابینا اومد، میگه و شیشته شروع کرد قرائت قرآن. حضرت میگه بسیار ناراحت شد، خیس گفت که یا هذا انها بدعه، فلانی بدعت های نکه ایکورا. و بعد میگه از قبرستان خارج شد. ابن قدامه میگه شاگرد داشت، ابن قدامه نزدش اومد، میگه کفاش اومده، بعد گفت که حضرت گفت نسبت مبشر چی فکر داری؟ بعد گفت که مبشر سکه های. اویا گفت از مبشر یک راوی های، راوی حدیث. اویا از مبشر روایت داری؟ گفت روایت زیاد دارم من در مستند. و نمی مبشر روایت میکنه انا از عبدالرحمن از پدرش یحیی از پدرش ابو خالد، نمی ابو خالد لجلاج که همون ابو خالد لجلاج نمی توصیه را داد است، نمی وصیت کرده است. میگه احمد ابن حنبل گفت که برگرد امو نوینا را بگو قرائت دوام بده. یا ربی در مذهب احمد ابن حنبل هم این مسئله رو سخت‌ترک میگرفته است، همین مستحب قرائت کردن. این حدیث من گفتم حدیثی صحیح مرفوع است. همچنین هست حدیثای صحیح موقوف به صحابی، این مرفوع است یعنی به پیغمبر رفعش کرده. در مصنف ابن ابی شیبه اومده است با اسناد و حجت مقصد صحیح. میگه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، این فرزند ارشد حضرت عمر، همین توصیه را در فرزنداش داده که مردم در نزد سرم فاتحه را و در نزد قدمم دو آیه آخری سوره بقره را بخونه. ماشاءالله. بله مقصد این حدیث این مرفوع هم که مرفوعا هم اومده است، نه که مرفوعانش ضعیف کی است نه آوردمش، نه که موقوف به عبدالله ابن عباس صحیح است، به عبدالله ابن عمر حدیث اینا موقوف. همچنین هستن حدیثای صحیحی که
مقصد صریح نیستن، دلالتاً همیره افاده میکنن، دلالتاً همیره اثبات میکنن، صحیح هست. مثلا در صحیحین اومده است روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، میگه مر النبی صلی الله علیه و سلم بقبرین فقال انهما لیعذبان و ما یعذبان فی کبیر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه از بین دو قبر میگذشت، گفت صاحب همین دو قبر در عذابن، اینا به خاطر کار عذاب داده میشوند که بزرگش گناه نمیکردن، گناهی که در چشم او اندک میتافت، اما گناهی وزبی نیست، سبب عذاب قبر است. اما احدهما فکان یمشی بالنمیمه، یک نفرش بز بوده است، خبرکش، ولی یک حصه عذاب قبر است، حساب یعنی بزی و خبرکشی است. و اما الاخرى فلا یستنزه عن البول، یک نفر دیگرش میگه و اما الاخر فلا یستنزه عن البول، از پیشاب پرهیز نمیکرده است، خشخش رو پاک نمیکرده است، یا شاید مالدار و گاودار و شتردار بوده است، همون پیشابی همو کم کم احتیاط نمیکرده است. انا او پیغمبر خدا مسئله را تاکید کرده گیده استنزه عن البول فان عامه العذاب القبر منه، از همین پیشاب احتیاط کنه که عامه عذاب قبر حسابی همیه. انا بعد حضرت میگه انا اکم از همین کار معلوم میشه که یا ایمان دارنده نباشه. حضرت صلی الله علیه و سلم نسبت شخصی که به ایمان و در زمان جاهلیت بودن این کار درست نمیدونست که و میگه فدعوا بجریدتین، طلب کرد که یا شخچم بیاره یا نوده، فشقها نصفین، همون را گرفت، همون نوده را ایبین دو حصه شکست، فغرز فی کل قبر واحده، در هر قبر یک تیه را گرفت خلوند. حضرت سوال کردن که یا رسول الله لما فعلت ذلك، چرا این کار کردی؟ حضرت گفت لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا، امید است که تو زمان اولی ترن خشک نشیدن، خداوند در حال همین دو صاحب قبر یک تخفیف یا سبکی را عطا میکنه. سبحان الله، وقتی که یک نهال سبز به خاطر اون که ذکر میکنه سبب تخفیف عذاب قبر شود، آخر خشاب به حالی کسی که در بالای سرش قرآن میخونن، این جوی شک نداره، قرآنی همیشه بهار. انا دعوا میکنن میگن که این خاصی پیغمبر است. با یک روایت از قتاده اومده است که این خاص دستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در صورتی که در مصنف ابن ابی شیبه از بریده صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت است، فرزندش وصیت میکنه که وقتی من مردم همطوری دو شخچه را بزنه در قبر، شخچه هم بزنه، و من دیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار کرد. پس معلوم میشه که خیلی صحابه پیغمبر همین را خاص به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیدونستیم، اگر میدونستم بریده وصیت نمیکرد. این حدیثی صحیحی هست که دلالتاً مقصد همین درست بودن اویای قبر در سر اویای قرآن در سر قبر رخصت میدن. اگر حدیثایی که ضعف دارن اگر جمع کنیم ای حساب زیاد میشوند، به حد زیادن حدیثایی که در اسناد شو ضعف هستی اما اومدگی انوخی روایت زیاد است. از ابوبکر صدیق روایت میکنه، حتی این همین بدرالدین عینی خدا رحمتش کنه یکی از بزرگترین شارحای بخاری است، صاحب عمدة القاری، میگه حضرت ابوبکر صدیق روایت کرد که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف الله عنهم یومئذ، هر کسی داخل قبرستان میشوه و یاسین میخونه خداوند همون حالت در احوال همون مردوی تخفیف را عطا میکنه. ضعف دارنه که اومد است. مثلا روایاتی اونمی اقرأ یاسین علی موتاکم در سنن ابو داود اومده گه علی موتاکم، بعضی هم موتا را به معنای محتضر گرفتن، آدمی که قریب مردن، اما بسیاری ها به همون معنای همون اساسیش گرفتن گه. همون احمد ابن حنبل وقتی نوروحج خیس کو همون خوری نبینا اومد یاسین خونده بود در قبرستان. پس معلوم میشود که اوخه زیادن، همین خیلی زیادی هست که حدیث ها روایتش میکنن، بگذار ضعف دارن که بسیارن، غیر ایو حدیث های صحیح هم بدیم که او را تقویه میبخشن که آخی تدان خدا همین کسایی که دعوا میکنن که نخونه اجازت نیسته یا چی دلیل داشته باشن، اخلا یه حدیثی ضعیف آورده نمیتونن که حضرت گفته باشن که نخونه ممکن نیسته. پس چکار میکنن؟ ایزا شونده که دیگه گم ندارن، میگن امام اعظم ابو حنیفه میره مکروه گفته است.
қироат дар сари қабр макруҳ доранд. ғайри иё ҳадисҳои саҳиҳ ҳам бидиям ки ёро тақвия мебахшанд ки охир судоно худо ҳамин касое ки даъво мекунанд ки нахоне иҷозат нестай ё чӣ далел дошта бошанд. ақаллан я ҳадиси заиф оварда наметунанд ки ҳазрат гуфта бошанд ки нахоне мумкин нестай. пас чӣ кор мекунанд? ай изо шунада ки дигар гап надоранд. мегӯянд имоми аъзам Абу Ҳанифа ҳаминро макрӯҳ гуфтааст. қироат дар сари қабр макрӯҳ гуфтааст. акр ин ҳаминҷадам як гулзанида аввалш ки бечора ҳамин муллоҳо ита намефаҳманд ки охир мақсад қироат фақат дар дохили намоз фарзай, дар ғайри намоз фарз нестай. ғараз аз кароҳияти қироат дар аслан имоми аъзам Абу Ҳанифа ба мақсаде ки намоз дар қабристон макрӯҳай. дар қабристон беъузр намоз хондан кароҳият дорад охир дар пеши қабрҳо. сониян мо пайрави мазҳаби имоми аъзам Абу Ҳанифа ҳастем. мазҳабе ки дар ӯ дар баъзе маворид қавли имоми аъзам Абу Ҳанифа да фатво нестай, ба қавли шогирдои имоми аъзам Абу Ҳанифа фатвоай. пайрави мазҳаб яъне чӣ? мувофиқи истинботу адилаи ки пешниҳод кардааст имоми аъзам Абу Ҳанифа ҳамо амал мекунем. масъалаи бисёр масъалаҳое ҳастанд ки фатво ба қавли ҳазрати имоми аъзам Абу Ҳанифа не, фатво ба қавли шогирдош дода шудагиаст. ولی مختصرا میگویم دیگه کجای و بهی یفتم میگن معنوش همیه که همه جا فتوا خلاف قول امام اعظم ابو حنیفه داده شدگی خودی همین عبیدالله ابن مسعود رحمه الله این حضرت به نهایت معتقد مقصد همین پیروی سرسختی حضرت امام اعظم ابو حنیفه برای در جایی که اگر همین فتوا در مذهب خلاف قول امام اعظم باشه با اونجا تاکید میکنه و بهی یفتم مثل که حضرت امام اعظم ابو حنیفه هم مسئله که مقصد که شفق حمره های میگفت که شفق بیازه که بعضی حمره پیدا میشود اما و بهی یفتار همجا آورده است با این معنی که فتوا به قول امامین های زیرا به حدیث ثابته یوخی یا اون همون جایی که میگم به پیشونی سجده میکنی چی مقصد پیشونی و بینی قطعی سجده میکنی و بهی یفتار گفته است با چی خاطر حضرت امام اعظم ابو حنیفه میگه اگر ما بودو پیشونی تم نرسیدم بینی خولی تم رسیدم باشه سجده درست میشه. اما در صورتی که فتوا با قول امامین همینجا که اگر پیشونی نرسه سجده درست نمیشه. پیشونی را رسوندنش فرض میگن بینی را رسوندنش سنت. حالا همین مسئله همین قرائت هم اگر همین بیل فرضی همین خیلی بگیریمش که حقیقتا امام اعظم ابو حنیفه گفت که مقصد در سر قبر قرائت کردن درست نیست اگر چه میگم این تعویلای زیاد داره. بعضی محققا گفتن یعنی مقصد نماز خوندن مکروهه. بعضی دیگر گفتن که قرآن مصحف در دست گرفته و قبرستان برده و در قبرستان در سر قبر ایبول مصحف خوندن مکروه. این طریق قولای تعویل داره. نه که اگر همین آشکار هم تا صراحتا هم که بگیریمش آخی اینجا فتوا به قول امامین چی اشکال داره؟ دیگه پیلیست که مقصد با این مورد طعنه بزنن. همین دلیل حجتی که ما داریم این خونه سوخته ها اگر ایده یا حصهش همه داشتن یک کس گپ زنی نمی‌کنه. برای همین عیب است برای مولای حنفی عیب است که همین مسئله در لول بمونه و جواب سوال همین را گفته نتونه. بهتری اما روسا یک گپ دارن میگن лучший способ защиты это нападение. سوال دو ترم سوالش بده. تو بگو یه حدیث بیار که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که مکروه در سر قبر مثلا آیات خوندن قرآن خوندن مکروه چی دلیل داری که چی رو تصیح